از شهروندان تاجیکستان در اوکراین طلب شد که قلمروی این کشور را ترک کنند. لوکاشنکو به تاجیکستان آمد. بین تاجیکستان و بلاروس به مبلغ قریب 50 میلیون دلار شرطنامه ها امضا شدند. جبران نارسایی آموزگاران در تاجیکستان از حساب دانشجویان فارغ تحصیل. سفارت تاجیکستان در اوکراین از شهروندان تاجیکستان در این کشور خواستند که طلب وضع حربی را در این کشور رعایت کنند و اگر امکان هست قلمرو اوکراین را ترک کنند. سفارت تاجیکستان در کیف این تصمیم را به شدت گرفتن حمله ها به انفراساختارهای مهم در سراسر اوکراین و تهدید به امنیت شخصی نامیده است. گفتنی است یک روز پیش روسیه به کیف و منطقه های دیگری اوکراین ضربه های سختی هوایی زد و به اطلاع وزارت حالت های فوق العاده اوکراین 19 نفر کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. همچنین در اظهارات سفارت طلب شده است که تا معتدل شدن وضعیت از سفر به اوکراین شهروندان خودداری کنند. پرزیدنت جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکو با سفر رسمی امروز 11 اکتبر به تاجیکستان آمد. پگاه 12 اکتبر نیز لوکاشنکو در تاجیکستان خواهد بود. در چهارچوب این سفر در دوشنبه همایش تاجران تاجیکستان و بلاروس و نمایشگاه کالاهای بلاروس برگزار شد. با این مقصد از بلاروسیه کارچلان و نمایندگان قریب همه ساحه‌های اقتصادی جمهوری بلاروس آمدند. نمایندگان 73 کارخانه بلاروس به انجمن صاحبکاران در دوشنبه پرواز کردند که تقریباً 50 نفر آنها محصولات خود را در نمایشگاه مدین بلاروس در دوشنبه معرفی کردند. بنا به گزارش خبرگزاری بیلتا در دوشنبه تقریباً تمام بخش‌های اقتصادی بلاروس، ماشین سازی، متالورگی، خوراکواری، کارکرد چوب و صنایع سبک نمایندگی می‌کنند. مبلغ عمومی قراردادهای بسته شده حدود 46 میلیون دلار را تشکیل داده. علاوه بر این در جریان گفت‌وشنیدهای آنلاینی به مبلغ 2 میلیون دلار دیگر قرارداد شده است. نارسایی کادرهای آموزگاری در تاجیکستان از اول سال جاری 10 مرتبه کاهش یافته است. چنین خلاصه ها از جلسه هیئت وزارت معارف و علم تاجیکستان در جنبست 9 ماه سال 2022 برمی آید. طور وزیر معارف و علم جمهوری رحیم سعیدزاده ضمن جلسه قید نمود نارسایی کادرهای آموزگاری مؤسسه های تحصیلات عمومی جمهوری در سال تحصیلی 2022-2023 3406 نفر را تشکیل داده است. طبق آمار سال جاری در گروه های بودجتی 7153 نفر از روی اختصاص آموزگاری معلومات عالی و میانه کسبی گرفتند که از جمله 1830 نفر معلومات میانه آموزگاری و 5323 نفر آنها معلومات عالی گرفتند. با سبب نرسیدن کادرهای آموزگاری نارسایی آموزگاران از حساب ختم کنندگان دانشگاه ها تامین کرده شده است. گفته می شود 4347 نفر ختم کرده های مؤسسه های آموزگار تیار کنی به مؤسسه های تعلیمی شهر و ناحیه ها فرستاده شده اند. در نتیجه اندیشیده شده نارسایی آموزگاران تا 30 سپتامبر سال 2022 از 3406 نفر به 351 نفر کم کرده شده است.